محمود شریفزاده که هفته گذشته برای چشم‌پوشی به موردهای غصب فروش زمین از مقام برکنار شد، پسر ژنرال عزت‌الله شریپوف ملقب به زورو بوده است. پدر او که زاده نویه دنقره و سالهای طولانی سردار میلیس شهر دوشنبه و اداره زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان بود، از اعضای پرنفوذ حکومت به شمار می رفت. ولی در پایان سال 2018 در پی آشوب خونین در زندان خوجند از مقامش برکنار شده بود. داستان کل تاجیکستان روز 6 میلیون سال 2023 در پی رسانه شدن خبر برکناری محمود شریفزاده از سامانه رسمیش تمام معلومات را درباره او پاک کرد. تا یک روز پیش نام او در سامانه دادستانی همچون پروکورور نویه یووان ذکر میشد. منابع رادیوی آزادی در مقامات تفتیشاتی ولایت ختلان روز 7 میلیون گفتند دادستانی کل تاجیکستان غصب زمین‌های کشاورزی را در نویه یووان جدی گرفته است و حالا یک هیئت از دادستانی ولایت ختلان موردهای غصب زمین را در نویه یووان تحقیق می‌کند. به اطلاع آنها در نویه یووان 10 مورد استفاده غیر قانونی زمین که دادستانی یووان همچون نهاد ناظر روی قانون‌ها به آنها چشم پوشیده است آشکار شده است. سال گذشته در نویه یووان همگی 14 پرونده برای غصب زمین باز شده است، ولی تفتیش نشان داد که از نزدیک به 100 حالت چشم پوشی شده و پروکراتور هیچ چاره ندیده است، گفته است یکی از منبع‌های آزادی. خود محمود شریفزاده و نزدیکانش برای شرح این قضیه هنوز دسترس نیستند. محمود شریفزاده از ماه سال 2020 پروکورور یووان بود و بعد همگی 3 سال کاریش برکنار شد. این در حالی است که پروکورورها معمولا برای 5 سال تعیین می شوند. اما در سامانه رسمی دادستانی کل تاجیکستان نام محمود شریفزاده با عکسش تا به حال به عنوان پروکورور نویه یووان ایستاده است. بنا به ترجمه حال رسمیش که در سامانه رسمی دادستانی کل نشر شده است، شریفزاده محمود عزت‌الله رتبه مشاور عدلیه درجه 2 داشته رشته حقوق‌شناسی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. او سابقه کاریش را سال 2005 به حیث کارآموز در وظیفه یاردمچی پروکورور نویه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه آغاز کرده. سال 2007 تا 2011 مفتش دادستانی نویه اسماعیل سامونی، سال 2011 مفتش ریاست تفتیش پرونده های جنایت های مخصوصا مهم دادستانی کل بوده است. محمود شریفزاده سپس سال 2012 معاون پروکورور شهر کانه بادام، از سال 2013 معاون پروکورور شهر وحدت، از سال 2014 تا 2020 معاون یکم پروکورور شهر وحدت بوده. ماه سال 2020 پروکورور نویه یووان تعیین شد. فروش زمین را در تاجیکستان مشکل رقم 1 و یکی از منبع‌های اساسی عمل‌های کروپسیونی منصبداران خرد و بزرگ می‌شمارند. تقریبا هر هفته درباره بازداشت این یا آن منصبدار و یا میانروهای آنها با اتهام گرفتن پاره در عوض وعده جدا کرده دادن زمین خبرها به دست میرسند. با چنین اتهام 2 سال پیش تا شهردار کولاب بهرام عنایت‌زاده به 12 سال زندان محکوم کردند. عنایت‌زاده تا کنون بدنپایه‌ترین منصبدار است که برای زمین فروشی محکوم به زندان شده است. اما طور تجربه دادگاه‌های تاجیکستان نشان می‌دهد در اکثر موردها منصبدارانی که برای زمین فروشی و گرفتن پوره به دست می‌افتند با پرداخت یگان جریمه ناچیز از جوابگری خلاص می‌شوند. باور می‌رود که این منصبداران در عوض پوره به چنین جزاهای سبک نائل می‌شوند.